سلام و عرض ادب. مخلص همه خوبان. آقا یه نصیحتی میخواست کنیم ما شماره اونایی که مواد مصرف میکنن خانماشون نذارن این ور این ور برن. اینا این ور این ور که بخواد برن جا پیدا کنن، یه سری آدم ها هستن مفکش میگردن واسه این موقعیت ها. اونجا که بخواد بریم میخواد خرج تریاکشون هم بدیم. طرف سیگار فروردین میکشه، متوجه میشی میخواد بری اونجا، زنگ میزنه میگه حسن آجلیزا سیگارا وینستونش خیلی عالیه، یه بسته براسم بگی بیار. بعد میگه همه چی هست فقط میوه نیست. میوه هم میخواد بگیری ببری. 1,000,000 خرج میخواد کنی، خرج تریاکش هم بدی که بری خونه طرف نشه کنی. خب خبر مرگت همون پولت بده به زنت، واسه میوه بیاره، چایی بیاره، خیلی بیشتر بهت حال میده. خانوما زناتون مرداتون رو نذاره این وری ور برن، هوای مرداتون رو داشته باشین. دم همتون گرم. مخلص همه، چاکرین.